بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و گرامی قدر، الله مهربان کلاگی من و شما را نگهبان باشد. انشاءالله امروز دوام حیات حضرت سعید بن عامر را خواهیم صحبت کرد. ما اونجا رسیدیم که حضرت عامر، یعنی حضرت سعید بن عامر، نزد حضرت عمر رضی الله عنه داخل شد در زمان خلیفتش، بعد که حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و حضرت ابوبکر که از دنیا گذشتن، حضرت عمر خلیفه شدند. در همون زمان حضرت سعید بن عامر نزد حضرت عمر داخل شدند و چند نصیحت را برای حضرت عمر کردند. در همین وقت بعد که نصیحت حضرت عمر شنید، برای حضرت سعید پیشنهاد کرد تا اینکه یکی از والی های شهر شود، یعنی شهر حمص که در سوریه است. گفت در همونجا والی شهر میشه، یعنی رئیسی همون شهر. حضرت سعید گفتن که یا امیر المؤمنین، همین مشکل، همین فتنه را در من داخل نکن. یعنی امری والی بودن، یعنی کلان یک شهر بودن چقدر مشکل است، نزد الله مهربان جوابگری دارد. لیکن حضرت عمر رضی الله عنه غضب کردند و گفتند که ویحکم وضعتم هذا الامر فی عنقی ثم تخلیتم عنی. گفتن وای بر شما، آیا که این خلیفگی را بر دوش من گذاشتید و شما از من دوری میکنید، یعنی من دستگیری نمیکنید در این وقت. و گفتن که والله لا ادعوک، گفتن حتما ای سعید من تر نمیگذارم تا اینکه یعنی والی همین شهر نشوی، شهر حمص که قرار دارد در سوریه. و حضرت عمر را انتخاب کردن والی شهر و گفتند که الا نفرض لك رزقا، آیا بر تو گفتن یک مزد را جدا نکنم؟ حضرت سعید گفتند که امیر المؤمنین، من این مزد چی میکنم حالا که از بیت المال، از همون خزینه مسلمان ها، من بعضی از مال های را میگیرم، همین برای زندگی من کفایه است، برای من دیگر مزد الهیده لازم نیست. این است که دوستان، علامه اقبال میفرماید که سروری در دین ما خدمتگری است. سرور بودن در دین ما خدمت کردن است دوستان عزیز، برای خلق خداوند که روز قیامت به نهایت جوابگری های زیاده در دوش دارد. و وقتی که ولیگی را به عهده گرفت، یعنی کلان یک شهر شد، و حضرت عمر از اهل همون شهر خواستند که نام فقیرهای همون شهر را روان کنند تا اینکه حضرت عمر براشون چند مال جدا کند، تا اینکه کمک بر فقیرها شود، بر مردمی که کم بغل هستند. در همین وقتی که روان کردند نامه را، فرفع کتابا فاذا فیه، پس نامه را فرستادن که در همین نامه نوشته شده بود که فلان و فلان، نامهای بعضی از نفرها فلانی و فلانی، و در بین همین نفرها و سعید بن عامر، نام حضرت سعید، نام والی شهر، در جمله فقیرها بود. دوستان عزیز، اینا بودن که دین الله مهربان را تا به امروز بر ما رسانیدن. یکی از علما میفرماید، میگوید ایمان این صحابه ها بود که دین خداوند تا به امروز آمد و در دنیا منتشر شد. اگر ایمانی که امروز ما داریم، اگر این ایمان میشد، اسلام عزیز از مدینه بیرون نمیشد یا که از مکه مکرمه. ایمان این صحابه ها بود که از نفس و هوا و از شهوت خود گذشتن و برای الله مهربان خدمت کردن. الله مهربان رحمتشان کند و رضا باشد از اونها.
و حضرت عمر در این وقت پرسیدند فقال و من سعید بن عامر، کیست؟ گفتن سعید بن عامر. فقال امیرنا، این گفتن امیر ماست، من والی شهر ماست. قال امیرکم فقیر، آیا گفت امیر شما فقیر است؟ یعنی در هیچ فکر جا نمی آید که امیر یک شهر فقیر باشد، لیکن اونها برای الله که خدمت میکردن فقر قبول کردن اما جنت خریدن. قالوا نعم، گفتن که بله یا امیر المؤمنین، امیر ما فقیر است. و گفتن که و والله انه لتمر علیه الایام الطوال ولا یوقد فی بیته نار، قسم به خدا گفتن روزهای دراز میگذرد و در خانه امیر ما، در خانه سعید ابن عامر، یا آتشی را نمیبینی که در اون آتش طعام آماده کرده شود. یعنی روزها، ممکن هفته ها طعام امیر شهر حمص نمیدید طعام. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، در این وقت بود که حضرت عمر میگه زیاد گریه کرد تا جایی که همون آب دیده حضرت عمر ریشش را تر کرد، تا این درجه. بعد از این حضرت عمر میگه در یک 1000 دیناری را در یک خلطه گرفتن، 1000 دینار، و فرستادن که این برید از نام من سلام برسانید و به امیرتان همین برسانید، یعنی هدیه کنید از نام من، تا اینکه حاجتهای خودش برآورده کند. وقتی که این خلطه دنانیر یعنی مال که به دست حضرت سعید بن عامر رسید، چنان غمگین شد، ناراحت شد، و حتی که همسرش پرسید که شوهر عزیز چی شده است که اینقدر تو غمگین هستی؟ گفت که امت امیر المؤمنین، گفت آیا امیر المؤمنین از دنیا گذشته است که اینقدر تو غمگین هستی؟ قال بل اعظم من ذلك، گفت از این دم دیده سختر، از گذشتن از وفات امیر المؤمنین یک چیز سختر بر سر من آمده. قالت اصیب المسلمون فی وقعت، گفت آیا مسلمان ها در یگون مشکل واقع شدن، در یگون مشکل افتادن؟ میگه گفت که قال بل اعظم من ذلك، از این هم دیده سختر، از این هم دیده سختر بر بالای من مشکل آمده. گفتن همسرش پرسید که قالت و ما اعظم من ذلك، این چیز که اینقدر سخت است، این چی مشکل پیش آمده است؟ حضرت سعید گفتند که دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی، گفتند داخل شد بر خانه من دنیا تا اینکه آخرت من از بین ببرد. و حلت الفتنه فی بیتی، و حلال گشت از فتنه، یعنی داخل شد از فتنه در خانه من. این همسر حضرت سعید نمیدونست که این چی فتنه است، این چی مصیبت است، این چی است که در خانه ما داخل شده است. و گفتند که قالت تخلص منها، گفتند از اون خلاصی بجو، یعنی دوری کن. و هی لا تدری من امر الدنانیر شیئا، و نمیدونست همین همسر حضرت سعید که مال بر خانه وی وارد شده است، از چیزی خبر نداشت. و حضرت سعید پرسیدند که آیا تو من در این کمک میکنی؟ قالت نعم، یا همسرش گفت بله من کمک میکنم. پس میگه گرفت همین مالی را که حضرت عمر فرستاده بود در یک چیزی گذاشت و گفت که اینه برای فقراء مسلمان ها برده رسانید، یعنی برای فقراء مسلمان ها صدقه کرد، برای فقراء، در راه الله، برای فقراء مسلمان همه این مال هایی که حضرت عمر فرستاده بود برده رسانید. این است دوستان عزیز که خود حضرت سعید انسان خدا ترس بودن و الله مهربان براشون همسر خدا ترسی رم عطا فرمود که در همه مشکل های زندگی، در همه وقت زندگی در کنار حضرت سعید بودن. از این مادرم خداوند رضا باشد و الله مهربان همه مادرهای ما را، همه خواهرهای ما را مانند همسر حضرت سعید بن عامر بگرداند که دوستدار شوهر باشن و در کنار شوهر باشن.
و بعد از این چند وقتی نگذشت که حضرت عمر به سوی حمص آمدن برای دیدن مردم، برای شنیدن شکایت های مردم آمدن که این مکان میگه کویفه میگفتن، یعنی کوفه صغیر، کوفه یعنی خرد، که این تشبیه بود به همون شهر حمص که در سوریه قرار دارد. و برای مردم پرسید حضرت عمر که کیف وجدتم امیرکم، آیا امیرتان را شما چگونه یافتید؟ همین امیری که من بر بالای شما گذاشتم، حضرت سعید ابن عامر، این چگونه است؟ چگونه انسان است؟ آیا کسی از اون شکایتی دارد؟ حضرت عمر پرسیدند. اگرچند خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم انسان‌های با تقوا با ایمان می‌گذاشتند در بالای مردم، لیکن بالای این هم می آمدن نظر می‌کردند که اینو چگونه عمل می‌کنند، چگونه مسئولیت نزد الله مهربان به جا می‌آورند. پس مردم شکایت کردند، گفتند که ما از این امیری که بر ما گذاشته 4 شکایت داریم. این 4 کمبودی در خود دارد، 4 کمبودی. حضرت عمر تعجب کرد، گفت کدام امر هاست، کدام کمبودی هاست؟ پس میگه فجمعت بینه و بینهم، حضرت عمر گفت که من حضرت سعید ابن عامر با مردم یک جا کردم، جمع کردم و از الله مهربان دعا کردم، خواستم که خدایا این که من به یک نیت خوب، به یک گمان خوب حضرت سعید گذاشتم بر بالای مردم، خدایا از این نیت مرا غلط نباشد، این نیتی که من برای این خوب کردم، این گمانی که خوب برای این کردم و والی گذاشتم، خدایا این اشتباه نباشد. گفته ترسیدم، میگه دیگه دعا کردم به سوی خداوند. پس همه جمع شدن یک جا. پس حضرت عمر میگه من پرسیدم که ما تشکون من امیریکم، چی شکایت داره شما از امیرتان؟ گفتند که به سوی ما خارج نمی شود در شب، تا روز نشود همین امیر ما به سوی ما خارج نمی شود. پس حضرت عمر میگه پرسیدم که این چی سبب دارد سعید، این چی سبب دارد که در شب تو نزد مردم خارج نمی شوی؟ فسکت قلیلا، من کمتر سکوت کرد و گفت که یا امیر المؤمنین، من نمیخواستم این سخن کنم، اما اینجا که من مجبور هستم پس میگویم. گفت فانه لیس لاهل خادم، گفت من برای عائلم و فرزندان یگان خدمتگر ندارم، یعنی امیر یک شهر خدمتگر ندارد، خدمت همه را خودش میکند، حتی خدمت مردم و خدمت اهل عائله اش را. فاقوم في كل صباح فاعجن لهم عجینهم، من هر یک صبحگاهی میخیزم برای اینا چی میکنم؟ خمیر میکنم، یعنی ارده مقصد تیار میکنم تا اینکه خمیر شود. ثم اتریس قلیلا حتى یختمر، همون ارده یک جای میکنم، کمی میستم تا اینکه هوای خمیر شود. ثم اخبزه لهم، بعد از آن من یعنی نان تیار میکنم برای اهل عائلم. بعد از آن من طهارت میکنم و به سوی مردم خارج میشم. ببینید که هر یک مشکلی که هست، هر یک وقتی که برای اهل عائلش صرف میکرده برای همون جواب میتید، برای یک کاری که در شب پیش مردم خارج نشده برای هر یک گفته دلیل دارد، یعنی بی سبب نی، یک سببی در او وجود داشته که نتونسته به سوی مردم خارج شود تا که شکایت های مردم یا که مشکل های مردم برآورده کند. و گفتم میگه حضرت عمر که دوم شکایت شما چیست؟ گفتن که این نفر گفتن در شب به ما جواب نمیتید. میگه پرسیدم که اینا چی سبب دارد که در شب برای اون جواب نمیتی؟ میگه گفت که من نمیخواستم اینم اعلان کنم لیکن مجبور شدم. فانا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل، میگه گفت که من روز را برای بندگان خدا هدیه کردم، یعنی روز را برای مشکلات مردم هر نفری را خدمت میکنم برای مردم، اما شب برای من خاص برای الله گذاشتم.
که اگر من روز در خدمت مردم باشم کی با خداوند راز میکنم، کی با خداوند صحبت میکنم، کی نمازهای تهجد میخوانم. پس گفت امیر المؤمنین شب برای خداست، یعنی شب من تهجد میخوانم، شب نماز میخوانم و به سوی الله مهربان دعا میکنم. انا این بود دوستای عزیز که الله نتیجه این خدمت اصحاب پیامبر تا به امروز رسانید که دین اسلام در تمام دنیا زیاد شد، در تمام دنیا انتشار شد. یعنی همه دنیا الحمدلله امروز از اسلام خبر دارد. در تمام مکانها، در همه دولت‌ها الحمدلله امروز صدای اذان شنیده می شود، صدای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله شنیده می شود. و سوم شکایت پرسید، گفت سوم شکایت شما چیست که بر حضرت سعید دارید؟ گفتن که انه لا یخرج الینا یوما فی الشهر. گفتن همین حضرت سعید در یک ماه یک روز به سوی ما خارج نمی شود، یعنی در یک ماه یک روز در خانهش می ایستد و بیرون نمی آید. و این پرسید که اینش چی سبب دارد ای سعید؟ در جواب گفت که لیس لی خادم یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ها گفت من در خانم خادم ندارم. ولیس عندي ثياب غیر التي علی، گفتن من لباسی ندارم غیر اینه که در بدنم هست، یک لباس دارم. فانا اغسلها في شهر مرة وانتظرها حتى تجف. من گفتن در یک ماه یک بار اینو میشوم تا این که هوای شوشتگی من خشک شود. من انتظار میشوم، به همون خاطر نمیتونم که همین روز خارج شم به سوی مردم. ثم اخرج الیهم فی آخر النهار، بعد در آخر روز من مثلا خارج میشم نزد اینها. و حضرت عمر میگه پرسیدم که چهارم شکایت شما چیست؟ چهارم شکایت شما؟ گفتن که حضرت سعید گاه گاه از هوش میرود، یعنی در مجلس ها در بعض جاها از یاد به یاد میشود، یعنی از پا میافتد و از هوش به هوش میشود. میگه پرسیدم که این چی سبب دارد این سعید؟ میگه حضرت سعید گفت که امیر المؤمنین همون واقعی که با حضرت خبیب ابن عدی شده بود که او را لحماش پاره پاره کرده بودن، گوشتهاش پاره پاره کرده بودن، همون حالت همه که از یادش رفت از یاد من نرفته است و همون بود که سبب مسلمان شدنی حضرت سعید شده بود. همون گفت در یاد من می آید و من از فکر زیاد از هوش به هوش می شوم که همون روز من نتونستم حضرت خبیب دستگیری کنم. و همون سخنی که با او می گفتن که آیا دوست می داری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جای تو باشد؟ و وی می گفت که والله ما احب ان اكون امنا فی اهلی و ولدی و ان محمد تشوکه شوکتون. و می گفت که والله من دوست نمی دارم که در خانم امن و امان باشم در نزد اهل و فرزندهایم و این که بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم خار رسیده شود. همین سخن از یاد من نمی رود گفت و هر وقت که من در یاد می آرم در یک ماه یک بار و همون وقت که من از هوش به هوش می شوم. و تا به امروز من فکر میکنم گفت که همون ساعت من نتونستم حضرت خبیب دستگیری کنم، حضرت خبیب ابن عدی را دستگیری کنم. تا به امروز فکر میکنم که آیا الله مهربان مرا میبخشیده باشد یا نه. در این وقت بود که حضرت عمر شکر الله کرد که الله مهربان گمان من خطا نکرده بوده و این نفر برای هر یک شکایتی که مردم از سویش کردن دلیل داشته است و اینم به خاطر الله مهربان بوده. ثم بعث له ب1000 دینار لیستعین به علی حاجته. و بعد از این میگه حضرت عمر باز هم 1000 دینار یک مال زیادی را به سوش روان کرد تا اینکه در حیاتش استفاده برد. وقتا که همسرش میگه این مال دید که حضرت عمر فرستاده، میگه خرسند شد و گفت که شوهر گفت ما گفت یک خدمتگری میگیریم گفت و چند چیزی را برای خودمان میخریم به این پولی که بر ما رسیده است. اما حضرت عمر گفتن، حضرت سعید ابن عمر گفتن که همسر من گفت
آیا میخواهی که از این چیزی بهتر بگیریم، از اینه که یک خدمتگر به خودمون میگیریم یا یک چیزی را برای خوردن میخریم، از این بهتر باشد؟ میگه گفت که و مذاک، این چی است که از این بهتر است؟ گفت که ندفعه الى من یأتینا بها، ما اینا میدهیم به سوی آن کسی که به سوی ما می آید، و الله مهربان، نقرضها الله قرضا حسنا، و الله مهربان قرض حسنه میدهیم که روز قیامت الله مهربان از جنتش ما را نصیب کند. قالت نعم و جزیت خیرا، گفت که بله، گفت من رضا هستم که اینا شما برای الله مهربان در راه الله مهربان خیر کنید و خوش و به حال و جزای خیر بده. میگه الله همین خواهر مسلمان، همین مادر ما را که همسر حضرت سعیده که اینقدر زنی صالحه که هیچ وقت از خواست شوهرش بیرون نشدن. در یک کتاب های دیگر یک اشاره دیگر شده که وقتا حضرت عمر رضی الله عنه 1000 دینار به سوی حضرت سعید دادن. حضرت سعید گفتن که امیر المؤمنین اینا یک نفرای ده هدیه کن که از من دیده محتاجتر باشن. و حضرت عمر گفتن من این کارو میکنم، اما یک چیز از من بشنو، یک حدیثی را بعد از این اگر انتخاب کنی، اگر مقصد این مال از دست من بگیری اختیار داری، اگر نگرفتی هم اختیار توست. گفتن این چی است؟ گفت که یک وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر من مالی را هدیه کردن و میگه من گفتم حضرت عمر که رسول الله همین مال یک نفری که از من نیازمندتر است بر اون نفر هدیه کنید، در اون نفر بدهید بهتر. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته که ای عمر، مالی که برای تو هدیه داده می شود، حالا اون که تو اون طلب نکرده، تو اون نپرسیدی از کسی، مالی که بر تو هدیه کرده می شود این به مانند است که رزق توست، به مانند است که تو اون یک کاری کردی، تو اون به یک عملی به دست آوردی، به یک تجارت که به یک مشکلی، به یک عملی که از خود انسان وابستگی داره، یعنی عملی که انسان خودش میکنه. گفتن که گویا که تو همین به دست به عمل آوردی، به کاری کردن، به تجارت کردن به دست آوردی. و همان خاطر است که اگر رفت یک نفری که تو طلب نکردی در راه الله چیزی را که هدیه کرد از اون قبول کن. در این وقت حضرت سعید اینو قبول کردن، لیکن آمدن در خانه با همسرشان مشوره کردن و همون مالت بر فقیرها هدیه کردن. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في سرر وقال لواحد من اهله، همون مالا میگه گرفت اون 1000 دیناری که براش حضرت عمر فرستاده بود در دوم بار در یک چیزی گذاشت و یکی از اهل و عائله‌اش براش به سویش گفت که انطلق بها الى ارمله فلان، گفت اینو بگیر به سوی فلان بیوزن هایی که در همون شهر بودن به همون طرف بره، و الى ایتام فلان به صغیره هایی که در اون شهر بودن به اونها، و الى مساکن اهل فلان، و گفتن به سوی مسکین هایی که در فلان قبیله در فلان خانه جای داده شدن، و به سوی دیگر فقیرهایی که در اون وقت بودن فرستادن تا اینکه همون مالی که حضرت عمر براش فرستاد صدقه جاریه شود و در نامه اعمالش نوشته شود. رضي الله عن سعيد بن عمرو الجمحي فقد كان من الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. صاحب کتاب هم گفته است که الله مهربان رضا باشد از حضرت سعید که اونا میگه بودن کسانی که فضل میدادن، بالا میدانستن بر نفسهای خودشان، یعنی چی را؟ الله را و پیامبر را، اگر چندی که خودشان نیازمند بودن، اگر مالی را که به دستشون می آمد اگر چندی که خودشان نیازمند بودن، لیکن به خاطر الله و به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعوتش اونا برای از خودشان یعنی کمترها، کم بغلترها، فقیرترها روانه میکردن و صدقه میکردن. الله مهربان از حضرت سعید بن عامر رضا باشد. الحمدلله که امروز ما به اتمام رسانیدیم حیات حضرت سعید بن عامر. استاد عزیز الله مهربان من شما نگهبان باشد و این قصه که ما از حیات حضرت عامر سعید بن عامر خواندیم در حیات خود عملی کنیم، حداقل اگر یک چیزی هم که باشد
و اگر یگان کمبودی، یگان خطایی که از ما باشد، از همه شما عذر خواهی میکنیم. الله مهربان کلگی ما و شما را، گناهامان بخشیده باشد و ما را به جنت الفردوسش داخل کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.